امید میکنم جور و صحتمند باشین. امروز یک دونه پکه آردر کردم به خاطری که هوا زیاد گرم بود. با ریکشای پسرم که در ریکشا میموندم خیلی وضعش خراب میشد، گرمی میکدشه دیگه. یک پکه آردیم ببینیم چه قسم هستن. حالا وضعش میکنم کیفیتیش ببینیم بخیر. امید میکنم خوب باشه. حالا بریم که نصبش کنیم کیفیتش ببینیم. خوب هوا میده صحیح درست. باد از این سیکل مویای بچه چقدر خوب شور میده، گرمی دیگه نمیکنه باشه. کیفیتش خوبش است. هر کس که میتونه از یک تا به خاطر پسرش بگیره. ما ازش که راضی بودیم، شما نمیفهم دیگه بگیری راضی میباشین نمیباشین. ما رو خوش آمد. خب دوستای عزیز، برنامه امروز ما همه بود. شما را به خدای یکتا بی‌نیاز میسپارم تا برنامه بعدی. خدا نگهدارتان. خدا حافظ.